اگر با پورتئوس طراحی کردید و حالا میخواید همون طرح رو برای داخل آلتیوم، این ویدیو به درتون میخوره. بدون پیچیدگی مرحله به مرحله نشون میدم چطور یه فایل پورتئوس رو تبدیل کنیم به طرح قابل استفاده داخل آلتیوم. هیچ روش کاملا اتوماتیکی وجود نداره، ولی یه مسیر استاندارد هست که باهاش بیشتر کارا جلو میره. آخرش فقط چند تا اصلاح کوچیک لازم میشه. میریم توی فایل پورتئوسمون. این فایل پورتئوسمون هست. اوتپوت رو میزنیم، جنریت گربر رو میزنیم، نو رو میزنیم. توجه داشته باشین که فایل یونیتمون روی متریک باشه، گربر فرمتمون روی RS274 باشه. مکان سیو شدنمون رو میذاریم روی اون جایی که مد نظرمونه. ترجیحاً یک فایل جدا درست بکنید، چون من یه بار تولید کردم و این فیلم جهت آموزشه فایل قبلیمو پاک میکنم، بعد بیاد توی این محل تولید بشه. برمیگردم تاپ کوپر یعنی لایه رویی، باتون کوپر یعنی لایه زیری، تاپ سیلک یعنی لایه چاپ. بقیه‌شو من احتیاج ندارم، تیکاشو برمیدارم. اج رو میذارم باشه و دریل هم میذارم باشه. یه چک میکنم، اوکی رو میزنم و ثبت میکنم تا فایل تولید بشه. خب الان فایل که تولید شد میام توی آلتیوم. داخل آلتیوم از بخش ایمپورت اون فایل رو باید ایمپورت بکنم. چطوریه؟ مراحلش اینطوریه. میام توی نیو، یک کم داکیومنت باز میکنم. کم داکیومنت رو که باز کردم باید حالا ایمپورت بکنم. توی ایمپورت کویک لود مسیر فایل رو انتخاب میکنم. مسیر فایل اینجا هستش، سلکت رو میزنم، خودش باز میکنه. چیزایی که نیاز دارم با گرفتن کنترل اضافیاش رو برمیدارم که دریل هست و این تیکستیه و این IPCه. این سه تا رو برمیدارم و باتون کوپر و تاپ کوپر و تاپ سیلک و دریلی که اونجا هم داشتیم اینجا ازش استفاده میکنم. حالا اینتجر رو روی 2 میذارم، دسیمال رو روی 3 میذارم، اوکی میکنم، دوباره اوکی میکنم، دوباره یونیت هم دوباره همونایی که انتخاب کردم دوباره رو همون اونایی که صفحه قبل انتخاب کردم میذارم، اوکی میزنم. اوکی. این فایلیه که اینجا توش حال نیازه که لایه هاشو من درست بکنم. الان ببین قرمزه، پس بعد لایه ها درست بشه، آبی بشه. تیبل رو میزنم توی لایه ها، ویو لایر اوردر و توی اینجا میخونم نوشته باتون کوپه، یه بی که بزنم نوشته باتون اینتر میزنم. دوباره اینجا نوشته تاپ کوپه، میام این طرف کلیک میکنم، یه تیکه بزنم تاپ میاد بالا. اینجا تاپ سیلکه، یه سیلک که بزنم خودش میاد سیلک تاپ و دلیلم که خودش درست. اوکی رو میزنم. این عددهایی که این گوشه نوشته سمت چپ شما باید همین عدد توی سمت راست بذارین. یک رو میزنم اینتر اینتر، دوباره 2 اینتر اینتر. الان این ثبت شد. اوکی. حالا باید نتفلیکسش هم چیکار کنم؟ نت هاشم بیارم داخلش و اعمال بکنم. توی تولز نت لیست اکسترکت رو میزنم، ثبت میکنم که فرآیند انجام بشه. الان انجام شد و اکسپورت. تمام. بعد از اینکه فایل انتقال پیدا کرد ما باز میایم چک میکنیم. یه سری چیزا مثل اندازه پدها یا سایز نوشته ها، این چیزا ممکنه که یکم به هم ریختگی داشته باشه که بایستی که اصلاح بشه، که تو آموزش بعدی نشون میدم که چطوری اینا رو هم اصلاح بکنیم.